روزی که از توضیح دادن خودت به دیگران دست برداری، تازه متوجه میشی احترام چیه. مشکل اینه که بیشتر مردم سالهای زیادی از عمرشون رو واسه توضیح دادن خودشون با آدمایی تلف میکنن که از قبل تصمیمشون رو گرفتن که تو کی هستی. بخش ترسناکش اینه که اون آدما هیچ وقت متوجه این کشمکش بیفایده نمیشن. اونا مدام با خودشون میگن که احتمالاً ارتباطم درست برقرار نشده یا حتما از کلمه اشتباهی استفاده کردم. خیال میکنن اگه بتونن یکم واضح‌تر حرف بزنن یا محتاط‌تر رفتار کنن و مطیع‌تر باشن، بالاخره یه نفر درکشون میکنه. اما واقعا مشکل از کلمات توئه یا ماجرا یه چیز تاریک‌تر از چیزیه که نشون میده؟ یه حقیقتی وجود داره که درست از همون لحظه‌ای که متوجهش بشی، کل رابطت با آدما شروع میکنه به تغییر کردن. چون یهو متوجه یه چیز نگران کننده میشی. اینکه معاشرت با آدما شامل 2 تا واقعیته. اولیش اینه که تو واقعا کی هستی و دومیش اینه که بقیه به چه نقش رو تحمیل میکنن. کمتر از 200 سال پیش روانشناسا و روانکاوها یک کشف خیلی مهمی درباره طبیعت انسان داشتن. اونا فهمیدن که آدم‌ها خیلی کمتر تو رو اونطوری که واقعا هستی میبینن، بلکه در از تو رو دقیقاً جوری میبینن که ذهنشون اجازه میده وجود داشته باشی. واسه همینه که بیشتر مردم کل زندگیشون رو توی نقشای حبس میمونن که هیچ وقت خودشون انتخاب نکردن. پسر خوب خانواده، رفیق ساکت و بی سر و صدا، اون آدم بامزه، یه دختر حساس یا اون آدم مسئولیت پذیر. کافیه که یه گروه از آدما تکلیف هویتت رو روشن کنن. از اون به بعد هر کاری که بکنی از فیلتر همون نسخه تو رو رد میکنن. حتی تغییر کردنت هم واسهشون مشکوک به نظر میرسه. دلیل اصلی که آدما در برابر رشد تو مقاومت میکنن اینه که بدونن هویت تو قابل پیش بینی باقی بمونه. چون این قابل پیش بینی بودن توئه که باعث میشه اونا احساس قدرت کنن. حالا درست همون لحظه‌ای که از اون نقش تحمیل شده فراتر میری و رشد میکنی، تنش و استحکاک بین تو و آدم‌های اطرافت شروع میشه. اولش اونو میتونی توی چیزای کوچیک ببینی. مثلا اعتماد به نفست بالا رفته و یهو بهت میگن که تو چقدر تازگی مغرور شدی، یا دست از توضیح دادن خودت به بقیه آدما برمی‌داری ولی اونا بهت تهمت میزنن که سرد شدی. واسه خودت مرز تعیین میکنی و بقیه آروم آروم شروع میکنن به عقب نشینی. اونا به خاطر اینکه تو آدم بدتری شدی ازت فاصله نمیگیرن، بلکه دقیقاً به این خاطر ازت فاصله میگیرن که اون نسخه ای از تو که به نفعشون بود داره ناپدید میشه. آدما از ضعف تو لجشون نمیگیره، بلکه از این لجشون میگیره که ممکنه بزرگتر بشی و ازشون جلو بزنی. و دقیقاً اینجاست که متوجه میشی برای به دست آوردن احترام نیازی به توجیه نداری، فقط باید ازشون عبور کنی. اما چجوری؟ بریم که با یک فلسفه فوق‌العاده داشته باشیم. من سید تور هستم و به یک ویدیو جدید از کانال قدرت کلام خوش اومدید. این دیدگاه فلسفی که میخوام بهت بگم فوق‌العاده کاربردیه، چون چندین سال بود که خودم باهاش درگیر بودم. روزای اول محتواسازی توی یوتیوب همه بهم میگفتن که تو دانشجوی دانشگاه تهرانی، میخوای بری یوتیوبر بشی؟ اونا یوتیوب رو فقط ریاکت و سایکون نخندی و عشق ابدی میدیدن که البته خب همچین هم بیراه نیست. در اصل برچسبی که بهم میزدن واضح بود. میگفتن توی شخصیت آکادمیک داری، پس باید توی دانشگاه و مدرسه تدریس کنی. الان که دارم با خودم فکر میکنم واقعا مو به تنم سیخ میشه. اگه اون موقع به این برچسبا گوش میدادم، الان با دکترای مهندسی شیمی احتمالاً یکی از ناراضی ترین آدم‌های روی زمین بودم. اما من یه فلسفه‌ای رو فهمیدم که باعث شد توی مسیر خودم به نتیجه برسم. و الان با 260,000 سابسکرایب و بیش از 30 میلیون بازدید ویدیوها اومدم اینو بهت بگم که هیچ وقت نذار اطرافیانت هویتتو تعریف کنن. منبع الهام من برای این موضوع گالیله بود. حالا درباره کشف چرخش زمین فعلا کاری نداریم که اول گالیله بود یا یه نفر دیگه. ولی خب نکته مهمی که گالیله داشت این بود که وقتی اون فهمید این زمینه که دور خورشید میچرخه، اون صرفاً یه کشف علمی نکرد. اون داشت به کل برچسب ساختاری آدم‌های اون زمان لگد میزد. گالیله دقیقاً همون اشتباهی رو کرد که خیلی از ما انجام میدیم. فکر کرد اگه واضح‌تر توضیح بده، اگه مدارک بیشتری بیاره یا مؤدبانه‌تر بنویسه، بالاخره کلیسا و دانشمندای سنتی درکش میکنن. اون حتی کتاب معروف خودش رو هم به زبون ایتالیایی نوشت، نه لاتین. این کارو کرد تا مردم عادی هم بفهمن توی کتاب داره چی میگه. اون فکر میکرد با توضیح دادن میتونه اونا رو قانع کنه که زمین حرکت میکنه. ولی اونا گالیله رو به دادگاه کشوندن. اون بیچاره هم با تمام دانشش رفت تا خودش و ایده‌ش رو توضیح بده. اون فکر میکرد داره با منطق میجنگه، اما نمیدونست داره با برچسبی میجنگه که به پیشونیش خورده بود. اونا یه برچسبی روی گالیله زدن. کافر. وقتی تو برچسب کافر روی پیشونی یکی میزنی، دیگه فرقی نمیکنه اون چی میگه. اگه بگه زمین حرکت میکنه، میگن دروغ شیطانیه.
اگه ساکت باشه میگن خب داره اعتراف میکنه دیگه، سکوت کرده. و اگرم گریه بکنه میگن الکی پشیمون شده. گالیله بیچاره در نهایت مجبور شد توی سن 70 سالگی در حالی که پیر و بیمار بود مقابل دادگاه زانو بزنه و با دستای لرزون تمامی مشاهدهای علمی خودش رو انکار کنه، فقط به خاطر اینکه زنده بمونه. حالا یه سری هم تو تاریخ میگن که به خاطر فشارهایی که روش آوردن و شکنجه‌هایی که شد بینایی خودش هم از دست داد. گالیله اگه میفهمید که توضیح دادنش فقط اونا رو داره عصبانی‌تر میکنه، شاید هیچ وقت نمیومد اون همه سال عمرش رو صرف بحث کردن با این گوش‌های بسته بکنه. زمین داره میچرخه، چه گالیله به اونا توضیح میداد چه نمیداد. چیزی که الان هستی هم حقیقت توئه، چه بقیه درکش بکنن چه نه، این حقیقت قرار نیست تغییر بکنه. پس به جای توضیح دادن برای قانع کردن بقیه، فقط راه خودتو برو و بذار زمان ثابت کنه کی راست گفته. من اسم این حرکت رو گذاشتم فلسفه راه خود. یونگ یه حرف باحالی داره که میگه کفشی که برای من مناسبه شاید برای شخص دیگه‌ای مناسب نباشه. هیچ راه مشخص و از پیش تعیین شده‌ای وجود نداره. اگه میبینی راهی که توش قدم گذاشتی خیلی راحت و چالشی وجود نداره، احتمالاً تو مسیر یه شخص دیگه‌ای داری حرکت میکنی، نه راه خودت. دونستن و درک این موضوع ذهنیت آدمو عوض میکنه. اینجا دیگه شروع میکنی به بازجویی کردن از رابطه‌هات. اینکه کی واقعاً تو رو میفهمه و کی داره با اون نقشی که خودش به تحمیل کرده حرف میزنه. و از یه جایی به بعد یه تنهایی عجیب غریب سر و کله‌اش پیدا میشه. نه تنهایی ناشی از تنها بودن، بلکه تنهایی دیده نشدن. میتونی توی یه اتاق پر از آدم باشی اما ته دلت بدونی اونا دارن با نسخه شدیداً سانسور شده تو حرف میزنن، نه با خود واقعیت. و نکته جالبش اینه که این سوء تفاهم‌ها اتفاقی نیستن، در اصل ساختاری ان، بر اساس فیزیولوژی و فرگشت مغز ما انجام شدن. آدما برای اینکه شخصیت‌ها رو برای همدیگه پیچیده نکنن، شروع میکنن به ساده سازی کردن همدیگه. چجوری ساده سازی میکنن؟ بهش برچسب میزنن. اون آدم رو مخم میره، این آدم احساسیه، همش گریه میکنه، اون آدم ضعیفه، اون یکی ترسوه، اون یکی موفقه. بعد قسمت عجیبش میدونید چیه؟ اینه که وقتی بهت برچسب زدن میان همه چی تو با اون برچسب تحلیل میکنن. یعنی خودشون تو رو ساده سازی میکنن و بعدش بر اساس اون دیدگاهی که خودشون دارن بهت میدن تو رو تفسیر میکنن. اگه بهت بگن آدم ترسو، بعد تو بیای شجاعانه ترین کار ممکن رو هم انجام بدی، برمیگردن میگن آره این از ترس فلان چیز این کار رو انجام داد. همونطور هم که متاسفانه دیدیم وقتی که یه آدمی خیلی پول داره، آدم‌ها دقیقاً از همین زاویه دید نگاه میکنن. به خاطر همین رفتارهای زشتش رو هم به حساب پولدار بودنش میزنن یا میگن آره دیگه این به خاطر همین کار پولدار شده. آره خیلی ساده و البته ظالمانه است. ولی حالا احتمالاً اون جمله اول ویدیو رو بهتر درک بکنی که گفتیم آدم‌ها تو رو جوری میبینن که ذهنشون اجازه میده وجود داشته باشی. عوض کردن ذهنیت آدم‌ها درباره تو تقریباً غیر ممکن به نظر میرسه. چون تو با نظر اونا نمی جنگی، بلکه داری با ثبات و پایداری که اون دوست داره تو ذهن خودش درباره تو داشته باشه می جنگی. شاید یه ذره پیچیده شد. بذارید ساده بگم. از نظر روانی برای یه آدم خیلی امن‌تره که تو رو با یک هویت ثابت بشناسه تا اینکه بخواد بیاد یه عالمه چیزای پیچیده دربارت بدونه. وقتی مثلا یه کاری میکنی و یه جا مثلا پول کمتر خرج میکنی، بهت میگه خسیس و همون خسیس بودن براش میشه معیار. حوصله نداره بیاد احساسات دیگه‌اش رو هم درگیر این داستان بکنه. خب الان به این نتیجه رسیدیم دیگه، این که دقیقاً تو من هم داریم همین کارو میکنیم. فکر نکنیم ما تافته جدا بافتیم. اصلا همه انسان‌ها این کارو میکنن. و هیچ کس از این موضوع در امان نیست، چون این ساختار مغز ماست و اگه قرار باشه پیچیدگی فقط یه آدم رو درک بکنه، مغزمون ارور میده چون خیلی سخت و زمان بره. حالا اگه میخوای این زنجیر هویت تحمیل شده رو بشکنی و احترامت رو اونجوری که هستی به دست بیاری، یه سوال خیلی مهم رو بعد از خودت بپرسی که هر دفعه به مشکل خوردی این سوال واقعا کمکت میکنه. وقتی تو خیابون پات گیر میکنه و میخوری زمین، خجالت میکشی، درسته؟ خب یه لحظه ممکنه آدم خجالت بکشه، هول بشه یا احساس بدی بهش دست بده. اما بعدش چی؟ آیا واقعا فردا خودت یا بقیه یادشونه که تو اونجا افتادی؟ نه، تموم شد و رفت. اصلا دیگه مهم نیست. هر وقت حس کردی آدما دارن روت برچسب میزنن و میخوای بهشون توضیح بدی که نه اونطور که تو فکر میکنی نیست، قانون زمین خوردن رو به یادت بیار. اون برچسب‌ها عین افتادن تو خیابونه. تو نیازی به توضیح خاصی نداری. خجالتش فقط 10 ثانیه است. اما اگه بیفتی به دنبال تحلیل این که آره چرا اونجوری شد و چی شد که من افتادم، به خودت میای و میبینی یک عادتی رو ایجاد کردی که همیشه شکسته و تصمیماتو تو برای بقیه توضیح بدی.
پس اگه اینجوری به ماجرا نگاه نکنی، دیگه خودت رو مسئول توضیح دادن به بقیه نمیدونی. و این دقیقاً لحظه‌ایه که احترام تازه برات معنا پیدا میکنه. و باور کن دوست من، توضیح دادن چیزهایی که نیاز نیست تو رو از چشم بقیه میندازه، ضعیف نشونت میده و مردم دیگه برات احترامی نمیذارن. پس نباید خودت رو برای چیزی که واقعاً هستی توضیح بدی. این هم میشه مایند مپ این ویدیویی که یه ذره با بقیه فرق داشت. بیشتر دلی بود، تجربه شخصی بود و خب طبیعتاً اون فلسفه ها رو هم من از دیدگاه کنفوسیوس و تائوئیسم برداشتم و استفاده کردم. اگر از این سبک هم دوست دارید بگید که بیشتر دربارش حرف بزنیم و یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و به دوستانتون بفرستید. زنده باد خردورزی، زنده باد فلسفه، زنده باد انسانیت.